در تابستون سال 1892 در یک شهر آرام، محله امن و خونه بی‌حاشیه، جنایتی رخ داد که موجب شد اسم یک دختر به سرعت بر سر زبانها بیفته و جنجالی بشه. جنجالی که منجر به تشکیل پرونده شد که در نگاه اول خیلی ساده به نظر می رسید، اما به مرور زمان تبدیل به یکی از مرموزترین و البته معروفترین معماهای جنایت قرن 19 شد. رو و سارا در اواسط سده 1800 با هم ازدواج کردند و تشکیل خانواده دادند. لیزی آخرین بچه از 3 فرزند خانواده بود و در 19 جولای سال 1860 متولد شد. 2 خواهر بزرگتر از خودش داشت که یکی 10 سال بزرگتر از لیزی بود و اون یکی هم در نوجوانی فوت شده بود. متاسفانه لیزی کوچولو مادرش رو هم در سن کم از دست داده بود و زمانی که فقط 2 سال و نیم سن داشت بی مادر شد. 2 سال بعد، کمی قبل از تولد 5 سالگی لیزی، پدرش یعنی اندرو یک بار دیگر ازدواج کرد. از این پس بچه ها با نامادری بزرگ شدند. نامادری اپی نام داشت. زمان ازدواج با اندرو 30 ساله بود و تا حالا ازدواج نکرده بود. اون زمان هم برای دخترها و هم برای خانواده هاشون خیلی مهم بود که زود ازدواج کنند. به خاطر سن اپی این زن حاضر شد هر پیشنهاد ازدواجی را قبول کنه و در نهایت با اندرو عروسی کرد. مردی که 2 دختر داشت. زن اولش فوت شده بود و 13 سال هم بزرگتر بود. در کل به نظر میرسه ازدواج این دو بیشتر جنبه مصلحتی داشته عاشقانه، چون اپی میخواست زودتر تشکیل خانواده بده و شوهر کنه. اندرو هم یک همسر و مادر برای بچه هایش میخواست. وضعیت مالی اندرو خیلی خوب بود. ریاست بانک محلهشون رو بر عهده داشت. در اون زمان آدم پولداری به حساب می آمد، اما جالبه بدونین اصلا شبیه پولدارها زندگی نمی کرد. اواسط دهه 1860 خیلی از زمان حالی که ما توش زندگی می کنیم دوره، ولی همون موقع هم اکثر ساکنین شهر فالریو تو خونه هاشون آب لوله کشی و چراغ گازی داشتن. با این حال خانواده برد نه آب لوله کشی داشت و نه حمام. با چراغ نفتی زندگی می کردن و اگر کسی هم از شغل محدودیت‌های زیادی داشت و خودش هم دختر به نسبتاً عجیبی بود. یعنی خیلی وقتا پیش می آمد از مغازه‌ها دزدی می کرد و اونقدر به این خورده دزدی‌ها انجام داده بود که توی اون شهر کوچک به این قضیه مشهور شده بود. هیچ وقت مشکل جدی بابت این دزدی‌ها برایش پیش نیومد و دستگیر نشد. علتش دقیقاً مشخص نیست، اما فکر میکنم به خاطر سرشناس بودن پدرش بود و وقتی صاحب مغازه ها میدیدن لیزی داره دزدی میکنه، فقط چیزی که دزدیده بود رو یادداشت میکردن تا به حساب پدرش بزنن. بالا رفتن سن لیزی اخلاق این دختر تغییر نکرد. لیزی از قرار گذاشتن و دوست پسر داشتن خوشش نمی آمد. در همون حد دوران کودکیش با مردم معاشرت میکرد و تمام فعالیت‌ها حول محور کلیسا و شرکت در برنامه‌های مذهبی اونجا خلاصه می‌شدند. تابستون سال 1892 لیزی بور 32 ساله مجدد بود و هنوز با پدر و نامادریش، خواهرش اما و خدمتکارشون بریجیت زندگی می‌کرد. در تابستون اون سال تنش‌های زیادی داخل خونه وجود داشت که از اختلافات بین لیزی و نامادریش یعنی اپی سرچشمه می‌گرفت. ظاهراً چند ماه قبل پدر مقداری زمین به فامیل‌های اپی هدیه داده بود و لیزی و اما به شدت از این قضیه ناراحت شده بودند. خواهرها معتقد بودند که هیچ کدام از مال و اموال پدرشون نباید به اپی و خانواده‌اش برسه و همشون مال لیزی و اما هستند. میگفتن اپی باهاشون نسبت خونی نداره و حتی با اینکه اندرو سالیان سال باهاشون ازدواج کرده ولی جزء از خانواده نیست. در چنین وضعیتی اندرو جلو آمد و به دخترهاش گفت که بهتون یک خونه میدم تا دیگه عصبانی نباشین. دخترها خونه رو گرفتن و دوباره به پدرشون فروختن و ازش پول گرفت.
ماه آگوست ماه شوم خانواده بورن بود. در اولین روز این ماه اعضای خانواده به شدت مریض شدند. ابی به یکی از دوستهاش گفته بود که شاید نونی که از نانوایی خریدن مسموم باشه. و لیزی هم پیش یکی از دوستهاش صحبت کرده بود که فکر میکنه پدرش دشمنهایی داره که شیرشون رو مسموم میکنه. گفت که آنقدر از این دشمنها میترسه که وحشت داره از این افراد خونهشون رو آتش بزنن یا به کار بدی انجام بدن. در همین زمان که خانواده مریض بودن، یک مهمون هم به خونهشون اومد. دایی لیزی به نام جان به شهر آمده بود و میخواست در اتاق مهمان خونه بورن ها شب رو سپری کنه. دقت کنید که جان برادرزن اول اندرو یعنی دایی خونی دخترها بود. وقتی هم به پیششون اومد حال کاملا خوبی داشت. اصلاً به مریض به نظر نمی رسید و زمانی که در خونه شمون هم سالم و سرحال بود. ولی خونه خانواده بورن شامل اتاقهای نشیمن می شد و کنار این اتاق یک راه پله وجود داشت. پس از بالا رفتن از پله اتاق مهمان روبرو واقع شده بود و اتاق لیزی هم در دست راست. از این سمت راه پله فقط میشد وارد همین دو اتاق شد. برای ورود به اتاق اما باید اول اتاق لیزی میرفتن و در همین اتاق لیزی یک در دیگه هم قرار داشت که به اتاق اندرو و ابی می رسید. اتاق اندرو و ابی یک ورود دیگر از طبقه اول با یک راه پله اختصاصی هم داشت که همیشه از اون در استفاده می کردن. هیچ وقت برای ورود به اتاقش و وسط اتاق لیزی رد نمی شدن. در بین اتاق لیزی و پدر مادرش با میخ بسته شده بود. پایان قسمت اول.